نوروز خوشرو میگذراندیم با وقتی خوش با خرسندی‌ها با سمنک با وای کرده آشی توپا کروتاو کرده و میکردیم در سرخونه آرایش کرده ساز کرده میموندیم. کدام بازی ها میکردن؟ خیلی دخترکا بیتکا بازی میکردن، پیرگورکا بازی میکردن، بعد سنجیر بازی میکردن. کودکا بازی هستن کمان نمیکنن، خیلی ذوق بازی نمیکنن. بچه‌ها باشن بیجیر بازی، بانکشی، خیلی تق بازی میکنن. با من چند آخران بر وقتی که من نوروز رو در یابان جشن گرفتم، اونجا از شهرم خیلی فرق میکرد. اونجا مردمی اونجا جمع شدند، بازی میکردند، گوشتینگ هم دیگه کلانه مونده سمانک میپختن. همینش به من خیلی پسند بود. اما من یکم بار در شهر هم مثل مسئله خودم یکم بار ندیدم، این را سمانک پختن رو ندیدم. گوشتینگیری، بانکشک و خروجنگا. ریگالکا میگفتن، قال بازی میکردیم، خیلی چی بازی میکردیم، سنچق بازی میکردیم. ما قرنی کلیکاگ میگفتن، با دوره میکردیم، بازی میکردیم. در دوره کودکیمون در وقتی کودک بودیم خیلی با این بازی و نوروز رو ما جشن میگرفتیم. خیلی با فوتبال میکردیم، هر خیلی بازی ها میکردیم. عادی رفته گل میچینه میآوردیم. حاضر کدام انعنه‌های نوروزی رو شما اجرا میکنید؟ خیلی حاضر کرد، حاضر خیلی اگه انعنه‌های نوروزی وقتی کودکیمون رفت حاضر خیلی جشن میگیریم. مثلا ایدی نوروزانه که وقتی چقدر در کودکی ذوق شوق زیاد بود، حاضر خیلی مثلا ما که کودک بودیم در قشلاق بودیم، در قشلاق زندگی میکردیم. ما را وای اوچه‌مون، پدرمون، همه تمام اهل عائله با بیرون وقتی پیش بود بالونای ماشین فروزان میکردن و در میگیرونند و گیر با گیردی انمو بالونا ما شعر میخوندیم و رقص میرفتیم و با خرسندی پیشواز میگرفتیم. کدام بازی؟ خیلی بازی ملی تاجیکی بود که مقصد یکی چشم یک دیگری را میپوشید، یکی بانکشی بود. در تیمورمالی کامپیروی ما بسیارتر دیگ میموندن، هر نمود از علفای بهاری او خطو میکردن. موسفیدا چیکار میکردن؟ موسفیدا خیلی بعضی موسفیدا زاغدن بسیار گوشتینگیری میکردن. مثال بسیار کارو همی حاضر هم هستن همین انعنه‌ها؟ حاضر هم هستن. این مثال ایمون نیست، این فصل نوروز این نمیره و ایمون داده در مو هسته که جشن میگیرن تا حاضر